مکمل عشره مبشره هست. عشره مبشره 10 نفری که بدون چون و چرا بهشت میرن، یعنی جهنم نمیرن. اولینش ابوبکر بود، دومینش عمر بود، سومینش عثمان بود، چهارمینش علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اینی که در ایران حملات خود را کرد، ایران را فتح کرد، ابو عبیده ابن جراح و سعید ابن زید. اینها 10 نفری بودن که بهشت محمد برایشان وعده داده بود. حالا میدونین از این 10 نفر، این طلحه‌ای که در لیست است، این زبیری که در لیست است، میخواستن علی را قتل کنن. هم قاتل بهشت میره، هم مقتول بهشت میره. این عثمانی که در اینجاست با توطئه علی از بین رفته. علی قاتلش از در اسلام. نزد چه کسانی؟ نزد شیعیان و نزد امینها. این عمری را که اینجا میبینین آمده چیکار کرده؟ دختر چند ساله، دختر 6 ساله علی را به زور گرفته. اینم بهشت میره، اینم بهشت میره. این ابوبکری که در بالا است فحاشی کرده به علی. این عمری که در بالا است آمده زن این علی را، زن پیامبر اسلام را در دیوار لواشک کرده، یعنی چسبانده، کشته، از بین برده، قبرغهش را شکستانده، کودکش را در رحمش سقط کرده. اینها همه کسانی بودند که به یکدیگر فحاشی میکردند، یکدیگر را میخواستن از بین ببرن. طلحه آماده بود که چیکار کنه؟ علی را از بین ببره. طلحه هم بهشت میره، علی هم بهشت میره. و بعد از اون مسئله، این علی که در اینجاست شترها را آماده کرد که برای زن پیامبر اسلام را بکشه. چی کسی را؟ عایشه را از بین ببره، عایشه را بکشه. حالا برای ما مشخص میشه اگر علی به نبوت محمد ایمان می داشت، اگر علی می دانست که چیکار کنه، اگر علی می دانست که محمد با خدای در ارتباط است، حداقل در برابر زنش دیگه شمشیر نمی کشید. در مسجد ابوبکر و عمر صدایشان بلند میشه، آیت قرآن میآید که پیشروی پیامبر با صدای بلند صحبت نکنید. اما دوباره امینها پیشروی پیامبر به یکدیگر توهین میکنن و لعنت میفرستن. در قصه الله هم نبودن، الله هم برایشان مهم نبوده. تا محمد را که در جایش بگذاریم. مثلا موضوع بعدی، حدیث قرطاس، یکی از مشهورترین احادیث اهل سنت هست. حدیث قرطاس چی است؟ محمد وقتی میمیره، رگ قلبش پاره شده، در پیرامونش صغارش جمع میشن، یتیمایی که بعد از محمد بی پدر میشن، همین اصحابش را میگم. محمد میگه قلمی بیارین، کاغذی بیارین که من چیزی بنویسم که بعد از من شما گمراه نشید. میدونین عمر چی میگه؟ عمر میگه هزیان میگه نیارین برش قلم و کاغذ. قلم و کاغذ میگه نیارین به این آقا. چرا؟ چون حالا شیعیان میگن اگر قلم و کاغذ می آوردین میامد خلافت علی را برایتان میداد. عمر از همون زمان خلافت علی را زیر پا کرد. اگر محمد شخصیت می داشت، حداقل باید با اصحاب نزدیک خود، با داماد خود، با زنهای خود کار میکرد که میان اینها صلح را برقرار میکرد. بعد از مرگ محمد، در زمان خود محمد، جنگ ها میان اینها جریان داشته. خالد بن ولید به علی میگفته که تو نمیدانم مفعول هستی، علی به خالد بن ولید میگفته که تو مفعول هستی.